سلام به گوگل مگولیای ایرانی یوتیوب. خب حقیقتش سلام و سال نوتون مبارک. من یاسمینم و تا حالا هیچ ویدیوی فارسی توی چنلم نذاشته بودم و خب سعی میکردم با آرت زدن و ادیت زدن و اینا سابسکرایبر جمع بکنم که خب همونجور که خودتون دارید میبینید خیلی وضع سابسکرایبر عالی نیست. میدونم که بیشتر چنل‌ها رفتن تو کار تحلیل انیمیشن و اینجور چیزا و شاید منم این کارو بکنم، البته بعدن، خیلی بعدن. ولی فعلا میخوام با کتاب شروع بکنم، تحلیل داستان‌های کوتاه و حتی شاید رمان‌های بلند. من وقتی که بچه بودم در واقع یک کرم کتاب بودم. هر کتابی دستم میرسید میخوندم، چه بلند چه کوتاه، و نسبت به همزنای خودم زودتر میتونستم کتابا رو تموم بکنم. و امروز میخوام درباره یه داستان خیلی آموزنده برادران گریم حرف بزنم. همه برادران گریم رو میشناسن که دو تا، البته نمیدونم شایدم دوتا نبودن، دو تا داداش نویسنده بودن که داستانای کودک می نوشتن که البته خیر سرشون خیلی از داستاناشون چرت و پرته و اصلا به درد کودکان نمیخوره، خیلی وحشتناکه. مثلا داستان هانسل و گریتل معروف که جادوگر بچه‌ها رو مینداخت توی آتیشو میخورد ساخته دست این برادرانه. ولی خب بین این داستانای چرت و پرت تک و توک یه سری داستانای خیلی قشنگ هم هستن که آدم خیلی خوب میتونه ازشون عبرت بگیره. البته خب فکر نمی‌کنم اونا هم برای بچه‌ها مناسب باشن. این داستانی که میخوام تعریف کنم و نظرمو در موردش بگم اسمش سه شاخه سبزه و خیلی داستان خوشگل و قشنگیه. داستانش در مورد یه مرد زاهده که توی یه کلبه جنگلی زندگی میکرده. اون همه عمرش رو به عبادت و انجام کارهای خیلی خوب گذرونده بود و هر شب هم 2 سطل آب میبرد بالای کوه تا پرنده ها و موجودات دیگه ازش بخورن و حال بکنن. خلاصه این مرد زاهد به قدری پرهیزگار بود که برای یه روزی خدا براش یه فرشته فرستاد. از اون موقع هر وقت که 2 سطل آبو میخواست ببره، فرشته هم باش میومد و مواظبش بود و قدماشو میشد و هر وقت کار مرد تمام میشد براش غذا. مرد زاهد دیگه خیلی پیر شده بود که یه روز یه اتفاقی افتاد. از دور دید که یه گناهکاری دارن میبرن که دارش بزنن پخ پخ. بعد وقتی که اون محکومو دار زدن، مرد به خودش گفت حقش بود. خب شاید شما با خودتون بگین آره حقش بود، بالاخره گناهکار بوده، اما دقیقاً این دلیلیه که مرد زاهد فرشته‌شو از دست میده. دقیقاً همون شبی که این حرفو میزنه، وقتی داره مرد زاهد آبو میبره بالای کوه، فرشته دیگه باهاش نیست و مرد از این قضیه میترسه. یه وحشتی سر و پاشو میگیره، با خودش میگه مگه من چی کار کردم که خدا از دستم عصبانی شده؟ مگه من گناهی کردم؟ ولی هرچی فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید. انقدر ناراحت و غمگین شده بود که همش نه میخورد نه میخوابید، فقط دعا میکرد. یه روز که از شدت ناراحتی زد زیر گریه، دید که یه پرنده کوچولو داره میخونه و صداش هم خیلی خوشگله. اون که خیلی ناراحت بود بهش گفت چطوری تو الان میتونی بخونی؟ کاش میتونستی به من بگی که من چی کار کردم، با چه گناهی خدا رو ناراحت کردم و به خاطرش باید توبه بکنم تا قلب منم دوباره شاد بشه. یهو پرنده شروع میکنه حرف زدن و میگه که اشتباهت این بود که چون اون گناهکار داشت مجازات میشد تو شادی کردی. به خاطر همینه که خدا از دستت عصبانیه، اما اگه توبه کنی خدا حتما میبخشدت. بعد همون فرشته که همیشه همراه مرده بود ظاهر میشه، در حالی که یه شاخه خشک مسخره دستشه و بهش میگه که از این به بعد تو باید این شاخه رو همش همراهت داشته باشی تا وقتی که 3 شاخه سبز ازش بیاد بیرون و جوونه بزنه. هر وقت که خواستی بخوابی باید بذاریش زیر سرت. باید بری در خونه مردم و ازشون خواهش کنی که بهت یه چیزی بدن و درون هیچ خونه‌ای هم نباید بیشتر از یه شب بمونی. این کیفریه که خدا برات مقرر کرده. همیشه هم باید اون شاخه خشکو بذاری زیر سرت هر وقت می‌خواستی بخوابی. مرد زاهد یا همون پیرمرد زاهد چو میگیره و راه میفته. یه جایی میره که خیلی وقت ندیده. غیر از چیزی که مردم بهش میدادن دیگه هیچ چیز نمیتونست بخوره. وقتی میرفت جلوی خونه ها، بعضی اصلا صداشو نمیشنیدن، بعضی هم درو اصلا واسش باز نمیکردن. یه روز از صبح تا غروب از یه در رفت پشت در دیگه، ولی هیچ کس حاضر نشد که جای واسه خوابیدن بهش بده یا یه چیزی بهش بده تا بخوره.
این بود که اصلا از شهر رفت بیرون و رفت تو جنگل. یه آلونکی دید که به دست انسان ساخته شده بود، یه سوراخ، و یه پیرزنی توش نشسته. پیرمرد داد بهش گفت ببخشید خانم مهربون، تو رو خدا امشب بهم پناه بده. زنه گفت بابا نمیتونم این کارو بکنم، من 3 تا پسر دزد دارم. اگه ببینن که من تو رو آوردم اینجا حتما هر دو تامونو میکشن. بعد مرده میگه بذاریم بمونم، قول میدم اونا کاری نمیکنن. پیرزن دلش براش میسوزه. مردم زیر پله دراز میکشه و چوبو میذاره زیر سرش. پیرزن میپرسه که تو چرا همچین کاری میکنی و چرا همیشه شاخه خشک زیر سرت میذاری و این کارا رو میکنی و از یه خونه میری به خونه دیگه. مرده براش تعریف میکنه که این شاخه رو به عنوان کیفر به خودش حمل میکنه و شبا زیر سرش میذاره، چون وقتی که یه گناهکار رو دیده که محکوم به اعدامه شادی کرده و خدا از دستش عصبانی شده. سن شروع میکنه گریه کردن و میگه اگه خدا واسه یه کلمه اینجوری آدمو مجازات میکنه، وقتی بخواد پسرامو مجازات کنه چه بلایی به سرشون میاد. نیمه شب و ترسناک میشه. آره، دزدا میان خونه، شلوغ میکنن و سر صدا راه میندازن، آتیش رو روشن میکنن و میبینن که یه مردی زیر پله خوابیده. عصبانی میشن و سر مادرشون داد میزنن که این کیه؟ مگه نگفته بودیم کسی رو نیار؟ زنه میگه اشکال نداره، کاری بهش نداشته باشین، اون یه گناهکار بیچاره است که داره کیفر گناهش رو پس میده. دزدا میپرسن مگه چیکار کرده؟ بعد میرن سراغ پیرمرد و میگن بگو چیکار کردی. پیرمرد بلند میشه و براشون تعریف میکنه که چجوری با گفتن یه جمله، فقط یه جمله، گناه کرده و خدا رو خشمگین کرده و حالا داره کیفر اون گناه رو پس میده. قلب دزدا از حرفای پیرمرد تکون خورد و به خاطر اینکه اونجور وحشتناک و بدجنسانه و اینجور چیزا زندگی میکردن، ببخشید بابت این بیان ساده، وحشت کردن و تو خودشون فرو رفتن و در حالی که کاملا پشیمون شده بودن توبه کردن و ایمان آوردن. چقدر داستان خدایی و عرفانی شد. بعد زاهد دوباره زیر پله ها دراز میکشه و میخوابه. صبح که میرن سراغش میبینن که مرده و از چوب خشکی که زیر سرش گذاشته بود 3 تا شاخه سبز شده در واقع، و این معنیش اینه که خدا زاهدو بخشیده. به نظرم خیلی داستان قشنگی بود و خب واقعا بین داستانای چرت و پرت گیریم این یکی از داستانای قشنگ بود. البته ممکنه به نظر شما هم چرت باشه، ولی من فکر می‌کنم داستان قشنگ و آموزنده‌ای بود. اینکه این پیرمرد انقدر پایبند بود به کیفری که خدا براش مشخص کرده بود، شاید اگه خیلی‌ها بودن میگفتن که برو بابا حالا که چی. این نشون میده که اون چقدر وفادار بود. خب کار ما این دفعه تموم شد. اگه پیشنهادی چیزی دارین که دفعه بعدی چی بگم حتما بگین. البته خب از اونجایی که این اولین ویدیوی فارسیمه انتظاری هم ندارم که خیلی کامنتی بخوره. خداحافظ.